میگویند که کینولوژی تاجیک امروز به دستاوردهای خیلی زیاد نائل گردیده است و سگ‌ها برای مبارزه با مواد مخدر خیلی سهمی مفید میگذارند. درود دوستان عزیز، برنامه میگویند کی است و حالا ما در نزد مرکز کینولوژی اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار داریم و آمدیم که درباره مرکز کینولوژی مذکور برای شما معلومات دهیم و بگوییم که اینجا چگونه سگ‌ها را تربیت میکنند. رفتیم. و دوستان عزیز، در برنامه امروزه ما را سردار مرکز کینولوژی مذکور پادپولکونیک میرزایف مظفر همراهی میکنن. درود بر شما. سلام، خوب هستید؟ من میخوام که در آغاز برنامه یک کمی درباره کینولوژی تاجیک و کینولوژی اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای بیننده معلومات دهید که در کدام زمینه‌ها پیدا شد، تشکیل یافت و امروز رشد کرد. سال 2002 کینولوژی ما یکمین بار به دولت ازبکستان رای کرده شدند و سمت کینولوژی آشکار کردن مواد مخدر در پناهگاه مخصوص با یاری سگ‌های خدمتی رای کرده بودند. سال 2002 وقتی که ویا رفتن 3 ماه کورس خواندند آمدند و سگ‌های تور میکردگی و یا ذات سگ‌های اسپانیل روسی و کوکر اسپانیل انگلیسی بودند. بعد از اون یک بار دیگر به خارجه کینولوژی ما رای کردن، از اونجا 2 سگ دیگر آوردن، یک تفچرکه آلمانی، یک تفچرکه بلژیکی. بعد از همون ما خودمون دیگر سگ‌ها رو نسل گرفتیم و یاد میدادیم و آموزاندیم و حاضر در کینولوژی ما 4 ذات سگ است، یعنی کوکر اسپانیل انگلیسی، اسپانیل روسی، افچرکه آلمانی و افچرکه بلژیکی. خب تشکر. بیاید سر اول کمی چرخ میزنیم، مرکز کینولوژی را تماشا میکنیم. خب اون قسمت‌های مهمی که مرکز دارد از نظر میگذارونیم و در اطراف سگ‌ها، در اطراف کینولوژی ما وابسته به این موضوع صحبت‌های دیگر خواهیم داشت. از کجا شروع میکنیم؟ سیمخانه سر کنیم، برای اینکه همه وقت کاری ما سیمخانه سر میشود. اینجا اتاق کاری کینولوژی و سیمخانه کینولوژی ما. اینجا در این سیمخانه ما نه اینکه سلام رفیق، سلام. مرحمت. اینجا حاضر درس نظروی اوید با گفتگو مواد مخدر در پناهگاه مخصوصی، یعنی نقلیات بارکش می رود. کینولوژی حاضر اینجا میخونه. مرحمت بشینید. جریان درس است اینجا. جریان درس و چه خیلی که ما گفتیم نه اینکه کینولوژی مرکز کینولوژی اگنتی نظارت مواد نشاور جمهوری تاجیکستان میخوانند، بلکه با دیگر مقامات حفظ حقوق که بر ضد مواد مخدر مبارزه میبرند برای کینولوژی ما درس میدیم. از آن جمله برای گمرک یک چند مرتبه ما گذراندیم، در یک سال 2 بار 15 روزی 25 روزی برای سطح بلند برداشتن فعالیت. سگ‌ها هم از شما میگیرن؟ همین خیلی بود که ما تیار کرده آماده کرده دادیم و بسیارشان با سگ‌های خودشان میبرند، از سبب اونه که وقت درسو یعنی کم مهلت است برای این سگ‌های خود ختم میبینند. ما فقط برای بلند برداشتن سطح فعالیت کار سگی که همان گم میکند یا فرش پس میشد یگان سگ همان آشکار کرده همان ما میبرداریم. یک چیز دیگر برای من جالب است، ببخشید. مرحمت. خب این جایزه هایی که هست جایزه های خود مرکز کینولوژی است؟ جایزه خود مرکز کینولوژی ما که در ازبکستان اشتراک کردن در مسابقه و در ایدای ملی جمهوری و مابین مقامات حفظ حقوق که سگا دارن، کینولوژی دارن، یعنی هم این همون جایزه ها در همین آزمون هایی که در جمهوری و خارج کشور است به دست اومده است. به دست اومده است. یعنی دستاورد و این عکسایی که اینجا گذاشته شده است عکسای سگ‌های خود کینولوژی بود. سگ‌های خود کینولوژی و بعض از همین سگ‌ها در دیگر نوع‌ها هستند، یعنی ولایت مختار پستون بدخشان، در ولایت سوخت ختلون، اما سگ‌هایی که در فعالیت کاری خود نتیجه دادگی ما هر سال همینا با قید میگیریم حساب میکنیم. مثلا در یک سال چقدر مواد مخدر آشکار میکنیم؟ بعد از روی همین هم ما یک باوگذاری برای کینولوژی. سگ‌ها حالا زنده هستند، بعضی سابقه دار هستند، بعضی در فعالیت کاری هستند. رجای کاری کینولوژی و درست نگاه داشتن سگ‌های خدمتی شرایط هم میبینیم. مرحمت.
خب اینجا چی داره دستزن برای سگ‌ها نگاه کن سگ‌ها؟ این شانه سگ‌های خدمتی، یعنی در اینجا برای سگ‌های خدمتی خوراک تیار میکنن، بعضی وقتا سوپرادک میگن، لیکن در اساس ما برای سگ‌ها چگونه غذا میخورن؟ ما وزراش دا اینو در چاپی میدیم و پدیگری میدیم، یعنی سگ‌های میده در یک روز، یک شبانه روز در 350 گرم، سگ‌های کلان دا 600 گرم. انا سگای کلان در زمستون اگر 900 گرم میدیم، سگای میده در با 600 گرم میدیم، یعنی عوض میکنیم و سبب خراب شدن فربگی سگ ما میبینیم، بعد میبینیم کدامش کمتر و زیاد کردن در کار نمایی میکنیم. این چی است؟ چرا اینجا مثلا پاره های چوب رو گذاشته اید؟ این ضد عفونی است. این ما برای نه یکم کسل انفکسیونی در آوردن و نه قطعی خود به خانه بردن نکسن، ما این رو پای میمانیم. یعنی خب اینجا یکم مواد ریخته برای آن که اینجا خلور میریزیم، داروی مخصوص میریزیم و ما انا تو اینجا آمدن چیزی که در تای پاس ما میگذاریم، یعنی ندارم که برام بدن با ما میخرن ضد عفونی شده. خب یعنی اینجا آشخانه است و در همینجا غذاهای مخصوص میدید. بعد در یک شبانه روز ما میتونیم اما خوراکی که نرمش گفتم دو تقسیم میکنیم یا یک بار میدیم. وقتی که سخت کار میکنیم سگ باید نوقدر سیر باشد و نوقدر گشنه باشد، یعنی در حالت میانه باشد. اگر سیرم باشد اینم باید ضرر است، انا گرسنه بدن باشه اینم با خطر و خلل میرساند کرده، فکر وای وشوای دیگر میشود. انا اینجا حمام است برای سگ. چه شما میدیدید ما ضد عفونی داریم، حمام داریم، یعنی کینولوژ اول از گیگین سر میشد، تازگی سر میشد. مرحمت. اینجا شما سگ‌ها رو شستشو میکنید؟ اینجا انا کینولوژ سگ‌های خدمتی خود خطی پیش از سگی که وابسته شده است به نقطه خدمتی رفتن، یعنی در اینجا میشویند. بعد از ما شستن سگا ما داریم اینجا 4 تا خانچه برای سگا که خشک کردن سگا خدمتی. اگر زمستان هم باشد اینوای که سگ نه خوراک خورد و نه خود را بشکد یگان جای دیگر. در بعد شستن ما وقت سگا را میشکن، ما خانچه مخصوصی داریم همینجا خوش میکنیم. انا یک کنج ما مخصوصی داریم که برای شانه کردن سگ خدمتی، پس کردن موی سرش، یعنی ماشین‌های مخصوص دارد، شامپونای مخصوص دارد، شامپون زو شامپو میگویند. آنتیسپتیکی داریم، همه چی شرایط معیار است. شما یک سگ رو مثلا چند وقت پس میشویید؟ در هر هفته ما میشوییم، از ما میشود دزینفکسیا و دزینسکسیا. همون وقتی که ما اتاق‌ها رو دزینفکسیا میکنیم، یعنی جای نگاهی سگای خدمتی که دزینفکسیا میکنیم، همون حالت در یک بار ما سگا رو میشیم و با بعضی وقتا به نقشه اگر بگوییم این خیلی است. سگای خدمتی با فرودگاه نقطه خدمتی وابسته شده، فرودگاه روی آهن وقتی که میرن، یعنی سگ ما باید تازه باشد. خب اینجا یک چیز دیگر هست، مثلا این گونه بازیچه ها برای سگ‌ها هست؟ این بازیچه هایی که هستند اینجا میبینید که این خیلی بند است، یعنی و این توپچه‌ای که هست خیلی برای سگ‌های کلان هم هستن، برای میده. ما هم همین وقتی که پیش از یاد دادن سگ خدمتی که ما میگیریم بعد از تست گذراندن، ما میبینیم از همین بازیچه‌ها سگ برای خود کدامش انتخاب میکند، کدامش خود بازی میکند. همون قضیه که بسیار بازی کردین وای ما دیگر همون قضیه آماده کرده، ریفلکس پیدا کرده، همین قضیه ما با بوی مواد مخدر و یا عادت میکنیم. ما این میگن که برای سگایی که ما در جایایی که آدم بسیار استفاده نمیبریم و سگایی که کمک اگریسیا دارند، انواعی را ما در جایای دیگر، یعنی در سرحد، در جایایی که کم آدم و دیگر جایایی که شبهناک هستند، ما همین سگای کلان همین آماده تیار میکنیم، یعنی که در ما وقتی که جنایتکار یگان فکر خیانت دارد یا اینکه از طرف خطر باشد، ما سگ به وی حمله میکند. انا این سگ همون قطعی ما یاد میدیم برای حمله کردن. ما وی آماده میکنیم. های بندای کلان برای چی ما باشه را میپرتاییم، لیکن فریاد کردن سگ نمیره، بعد آهسته میکشیم و یگان چی توفه میکنیم، خوراک میدیم، یگان چی 3-4 بار 10 بار 100 مرتبه تکرار میکنی، بعد عادت که کرد، بعد این استفاده میبریم. برد وای میفهمد که با گشتن در کار کی با توفه اساس در سر باشه. تشکر از قسمت دیگر. مرحمت، سلامت باشید.
در برابر اونی که شما سگ‌ها رو آموزش میدهید خود کینولوگان باید کدام دانش‌ها رو از خود کرده باشند؟ کینولوگ باید اول همین گیگین شخصی را درست استفاده برد، درست نگاه بین سگ خدمتی، درست خوراندن سگ خدمتی، سر وقت گذراندن مشق عملی، سر وقت گذراندن همین چی بویتوری، یعنی سگ وای باید دائم آماده باشد، صحت سلامت باشد، تازه باشد و دکتر باید همین چیزها رو باید بفهمیم. بسیار چیز مهم است. اگر این نمیفهمد یا یک چیز دیگر که کینولوگ با سگ خدمت میکند، حاضر در دنیا زیادش 40 نمود مواد مخدر است. اگر سگ آشکار کند و کینولوگ میگرد اما نفهمد، این هم یک کار نادرست است. کورس مخصوص کینولوژی همین است و از 3 قسم عبارت است. اول نظریه می شود، بعد عملی می شود و بعد آخرانش سیمش مخصوصی که میگذره با سنجش میگیرند. اینجا ما داریم پاویلیون نام دارد. پاویلیون از 10 ولیر عبارت است. با در ولیر چی داخل دارد؟ یعنی تابستانال، اتاق تابستانه در فصل تابستان اینجا تابستان اینا محکم میکنیم. تابستان خیلی میسد، لیکن زمستان ما بعد انا پایانگی روی میکنیم برای سگ فقط. لیکن وقتی تازه کردن با کینولوگ میتواند وی میکند ما در یک برای تازگی نه، لیکن با میبینیم که در زمستان چی بوده است، یعنی پدام بوده است، از بالای زمین بلند است و در درونش خانچه است مخصوصی سگ خدمت از چوب باید باشد. همه چی از تخته چوب باید باشد برای اینکه همین خنکی نمیگذراند. نه در یک حالت معتدل باید سگ‌ها نگاه داشته باشد و همیشه باید جای آنها، جای پای آنها تازه باشد. بعد زمستان وقتی که سگ در خوراک میدن یا آب میدن، یعنی زمستان در جای تابستان ممکن نیست و باید دائم تمپراتور حرارت معین باشد، یعنی محکم میکنن فقط همین حالت در انا سگ وای میکند. از همین جا غذا و آب اما چی از همین جا داده میشود و انا میخینش. خب در این برابر سگ‌ها در همین گونه جا نیست و هر یک کینولوگ سگ خودش را دارد، یعنی فقط با یک سگ عادت کردگی است و با همون سر کار میگرد. همین گونه است. همین گونه است، لیکن یک کینولوگ 2 سگ دارد. برای چه وقتی که در یگان عملیات میگذرند یا در نقطه خدمتی وابسته شدگی میروند 2 سگ کار میکند، یعنی یک سگ اگر یگان ابجکت نگاه میکنند، سگ که مانده شد سگ یکم راحت کند با سگ دوم استفاده برند. از برای ما برای چی یک کینولوگ در 2 تا سگ وای کردیم، وابسته کردیم. یعنی نسل سگ‌ها رو شما در همینجا میگیرید؟ ما نسل سگ‌ها اینجا میگیریم. ما سگ‌های ذاتی داریم، برای من ما اینجا تیار میکنیم، نسل میگیریم، آماده میکنیم، تست میگذرونیم و سگ‌هایی که از تست میگذرن، یعنی اوید به شنوایی، بینایی، بوی کردن، همین که سنجش گذاشتن برای آموزش. بعد با تست برای ابانیان میگیریم، با بوی بلند اینوای، یعنی همین که سنجش گذاشت بعد ما سگ وابسته میکنیم به خود کینولوگ در مدت 15 روز، یعنی وای قطعی همدیگر عادت میکنند. عادت که کردند و سگ برای اکنون کینولوگ برای خود سگ انتخاب کرد، لیکن سگ هم باید برای خود صاحب انتخاب کند. و تو انتخاب نکند کارمون نمیشد، جورگی میکنن، لیکن در وقت جورگی با کینولوگ باید میفهمد که اینجا بخش بایتاری است. بخش بایتاری است، یعنی اینجا ما سگا رو تبابت میکنیم، پیشگیری کسلی ما داریم و پیش از خدمت رفتن، یعنی پیش دکتر بایتاری میبرن. دکتر بایتاری همه طرف سگ از نظر میگیرن. این برای جراحی و اینجا ما لامپای کلون هم داریم. همه چیزی که از نظر گذرانده می شود، یعنی سگای کلون اگر باشد اینا پستر میفرورن، پیدال میدانش دارد، از سگای مایده بالا میبردارد و دکتر همش شده. در تجربه کاری شما سگ‌ها رو جراحی کردید؟ این آسیب جدی هم نبود و همین خیلی بود در تجربه که کینولوگا با سگ خدمتی یگان نقلیات برکش از نظر میگذارن. اینوای در همون حالت سگ اگر آسیب میدید بعد کار بس کرد یا اینکه یگان جا میلنگید، همین آوردیم دکتر متخصص ما داریم از نظر گذراندیم و چند دیگر کینولوگایی که از دیگر مخون هستن میبرن پیش ما، میبینیم و شرایط تبابت میکنیم، شرایط داریم. اینجا ما لابراتوار داریم، یعنی برای هر یک 3 ماه دکتر بایتار ما یعنی تشخیص خون پیشاب میگیرد
و از روی همین هم سلامتی سگ هم کسایی که در داخل سگ هستند که ما همین حس نمیکنیم از روی معلوم معاینه میکنن میفهمد و در همین کنالوگ ما حساساً این طبابت کسلی نه یا پیشگیری کسلی برای همین سر وقت هم همین رو ما سر وقت از روی نقشه میگذاریم. تشکر. از کدام قسمت میبینیم؟ مرحمت میریم جای نگهبانی سگ‌های خدمتی. مرحمت از ما نزدیک شدیم به جای نگهبانی سگ‌های خدمتی، یعنی پاویلیون دوی که سگ‌های خدمتی هستند، نیمشان در خدمت هستند و نیمشان در وقت راحت هستند. لیکن وقتی که شما حس کردید که دور زده هستند این سبب نوارگذارای ما هستند اما که بوی بیگانه حس کردن و این میگن از روز این نظر میگن که خود محافظتی است. اگر ما اومدیم نزدیک نشدیم سگا میفهمن که ما یا به خوراک میدیم یا اینا رو میگیریم یا اونجا کار میریم یا مشق عملی میزنیم. نام این سگ چی است؟ این بیم است. بله بیم چهار خواهم. با آدم ضرر نمیرسه؟ نه یگان کسی اینو یگان اگریس ندارن. وقتی نوازش میکنی الکی آرام میشه. این وقت در کار مولد در کار که انا شما یعنی قطعی آرام شدن در کار بله الکی اینه. خوب وقتی که نزدیک شد بده دست بده چی نمیکنه دو اینو خیلی جورگیر ناز میبینم برای اینکه یگان کسی اینو اگریس ندارد خطر از اینو نیست لیکن وقتی آرام هستن وقتی که نزدیک شدیم و اینا هم حس کردن که یگان خطر نیست انا بعد خودشون هم آرام شدن دو عجایب کرد که اینا لیکن ناز میبیند که تو اینا رو میخافی و دست نوازش کنه ناز میبینه اینا انتظار هستن که یگان کس بیاد و نوازش کند. عجب. تمام خطر بود یعنی عصب اینو که وقتی که فهمیدن که یگان چی خطر و ضرر نیست یگان کس کوسه این آدم کار دور نیست و خونه اینا کار دور که نیست بعد آرام شدن. بهتره. نام این سگ چی است؟ این لیزا. لیزا هم خودش خدمتش هم بسیار شایسته است و هم اگر بگیم که دو بار نسل دادگی و از نسلش هم در ولایت‌ها خدمت فعالیت کرده استند. نسلش در رمضان اجازه است؟ نسل مانند. همین گونه باز میکنیم. مرحمت. وای آزم میخواد که وای میبرد نمیفهمد که مادر آمده. لیزا نیستن جای. نه. سوپر хорошо умница ای مالتا давай اینا محکم کنیم که نباید برای اینکه اینم آزادی بسیار ناز میبینن میخواد که برای آزادی همون سگ‌ها آزادی رو دوست می‌دارن. آرام شد. بهترین. خیلی عجیب است با سگ‌ها نیز کار کردن. این سگ‌ها ذاتشون هم میخوام میگن که شکاریه بعد همون بویگیرش هم بسیار بقوت است لیکن خود را در طبیعت بسیار آزاد حس میکنه و جورگی با آدمان بسیار تیز مطابق میشه. این سگ را از کجا آورده؟ این سگ ما همون سگایی که سال 2002 آوردن از نسل نسل به نسل ما گرفتیم من خودش هم حاضر پیرانسال شدن. چند سال دارد این سگ؟ آذرش این 9 ساله هست. 9 ساله هست. لیکن از طرف درست نگاه داشتن و خرانیدن سگ خدمتی هم عمرش بسیار میشود و هم فعالیت کارش هم زیاد میشود. چند سال فعالیت کاری نو 8 سال لیکن آذری که سطحی سلامتش ساز است و قوت دارد و ما حالا من استفاده میبریم. در چند سال عمر میبینن؟ اینو تو 13 14 سال وقتی که از حالت کاری بیرون برآمد چیکار میکنید؟ نفقه خوری ما حساب میشود ما اینو رو نمیمونیم برای اینکه نیستن اینجا حالا که یه خدمتی است. بله بهترین. لیزا سلامت باشید. لا نه دم لیزا هادي خير نست نرجع سي خرج حالا در خانه تابستانای خود ولی در خانه تابستانایی که همین گرم که هست ما زمستانه را محکم کردگیم. نه مرحمت. برای خودی کینولوکا نیست ورزش خیلی مهم است.
برای کنارگاه ورزش خیلی مهم است برای اینکه کار ما با جنایتکاران است و برای کنارگاه ما هم همین ورزش بسیار مهم است. یعنی همین تن و جسمشون همیشه آماده باشد برای مبارزه. نشود که با جنایتکار کنارگاه ما را قپد و بارد یگان جا بلکه کنارگاه ما با جنایتکار قپد یا بعضی جنایتکاران از جای وای میگریزند. همین هم برای مثلا دوتوز کردن و دستگیر کردن وای بسیار لازم است و برای سلامتی هم بسیار مهم است. یعنی در یک هفته چند بار میان تمرین میکنن؟ این وقت به حساب است. اینجا فقط کدام کنار وقت خالی دارد میتونه در درخت ولی یعنی سگش صحت سلامت است آشکار کردن مواد مخدر پناهگاه مخصوص سگش کار میکند آماده است همه چیزی که شد و یگان یعنی فرصت که یافت میاد اینجا تمرین فرصت که یافت اینجا میاد مشق میکنند. انا اینجا ما داریم انا پناهگاه مخصوص کردگیم برای گفتگاه مواد مخدر در زیر زمین یعنی بدون ارتباط میگویند. انا در چوخوری از 25 سانتی متر تا 45 سانتی متر ما سگا را آماده میکنیم یاد میدیم برای اینکه انا همین سوراخ ها اینا چوخور هستند. انا اگر میبینید ما اینا اینقدر چوخوره معنی گپمون که اگر در درونشان مواد مخدر باشه بوی از او وزمین‌تر است بوی پایان میرد لیکن ما کوشش میکنیم که سگ همین قبانیان قطعی بویشان برارد نشان برده اشاره کند برای ما. میدانچه ورزشی شما همینجا است؟ این میدانچه ورزشی ما است یعنی این کنالگاه هر روز با سگا خدمتی هر سهار مشق میزنه این گذاشتن خط مانع ها یعنی برای بلند برداشتن سطح کار و سطح فیزیکی سگا. بعد در اینجا ما داریم ما کپرک لرزان میگن که سگ بعضی جایی که ما با کارهای اپراتیو کارا قطعی میارن که بعضی جا که همین خیلی کارا شوند سگ همین قطعی ما مطابق میکنیم که از همین کارا نترسد یگان چی نیست. اینجا ما بوم میگویند یعنی یک کپرکچه میده که باریکی که پهنشان 15 سانتی متر است بعد زینپایه هر زینپایه میشود 2 متر 3 متر بعد 5 متر بلندی یعنی سگ همین رو هم برای سلامتی هم برای خوب شدن حالت فیزیکی و هم یک باره آماده کردن سگ با یگان چی کپرک لرزان بلندی نوای از یگان چی نترسد یعنی سگ باید به همه موضوع که دچار میشد از همین چیزا باید نترسد و فقط فوراً طلبات میکند که چیزی از وای کنالوگ طلب. Ya está siguiendo. Сидеть. Ноги. Умри. Круг. خلاص. 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 سمیرنا. انا اینجا 8 نوع بوی مواد مخدر است یعنی بوی عوض کننده مواد مخدر است که در ترکیبش خود بوی همان بوی اساسی قد مطابق است لیکن یگان سگ ضرر نیست یگان آسیبی نیست. انا عذر ما یک مشق عملی میگذاریم باید با گفتگو مواد مخدر در پناهگاه مخصوص انتخاب کنید کدام نمود ازش نمودشون یک نوع شما انتخاب میکنم. خوب شما نباشه یک نوع من دو نوعش رو انتخاب میکنم. دو نوعش رو انتخاب میکنم و در داخل автомاشین پنهان میکنم. خب یک جا میرویم بیننده عزیز پنهان میکنیم. خوب در اینجا یک توی دیگرش شاید اینجا
و حالا می‌بینیم که چگونه سگ اون موادی که ما پنهان کردیم در داخل هفته ماشین پیدا می‌کنه. کینولوگ آماده شد. درست استفاده بردن سگ خدمتی و کافتوکوو یعنی مواد مخدر رو بگوییم که در پنهانگاه مخصوص یعنی چند جای است. یعنی اتاق می شود، نقلیات می شود، زیر زمین می شود. حالا جستجو در نقلیات. اینا میگویند کافتوکوو آزاد. یعنی کینولوگ قطعی سگ میگردد لیکن یگان سخن نمیکند. همه کار سگ میکند. فقط کینولوگ کار سگ نگاه میکند در کدام حالت سگ انا دیده در حالتی که سگ پیدا کرد انا وقتی که پیدا کرد و میشیند و اشاره میکند با همان چشم قطعی که در فلان جا دیده تو و همونجا نگاه میکند و کینولوگ در این حالت دست بالا میبردارد. یعنی که با چشمش اشاره میکند بس. میگه خیلی که اشاره ماهرانه است. تو انتظار چی است؟ انتظار اکنون فرمان است. توفه است. حالا باید توفه گیرد. باید توفه بگیرد. تو توفه نگیرد از جاش نمیرد و با طرف کینولوگ هم نظر میکند که بوی در همین جا است. باید کینولوگ در همین جا یک نقطه مخصوص دارد زیر میکند و برای کینولوگ توفه را میگیرد. اکنون کینولوگ برای ما نشون داد که برای چه توفه داد. یکی دروغ باشد. آفرین بود از در همه جا. این رو من پنهان کردم بیننده عزیز. یعنی ما بیرون ندیدیم قسمت داخل ندیدیم. کینولوگ هم در همین حالا دید که وقتی که بیرون کار کردیم بیرون همین قدر چیزی بود کار کرد چی مانده است درون مانده است. برای همین میگن کینولوگ باید الان درست استفاده بردن سگ خدمتی و نظارت سگ یعنی 70% سگ کار میکنه و 30% فقط همین کینولوگ نظارت باید خصوصا نظارت کرد. نظارت کنه. همین خیلی حالت هم میشد که سگ اینجا میپرتاید و اونجا میرود. یک جا خشک بود. وقتی که خیلی میشیند و کینولوگ هم یگان یعنی توفه نمیداد و توخت میکند با سگ میگه که این خیلی کنه ممکن خیلی درست‌تر باشد. یعنی نزدیکتر به همان بوی میبیاید. بازم میبینیم میبیاد نزدیکتر یا نمیبیاد. یعنی در همون گرد و اطراف بوی قرار دارد. چیز عوض کرد دیده؟ عوض کرد که از همین انا پایان میگه که همین نقطه ها است. فوکسش ببینید. انا همینجا میگه که همین نقطه ها است. با این خیر کرد. یعنی از همون جا نمیرود. در همین حالت کینولوگ میتواند توفهش بدهد و از همین یعنی 50 سانتی متر دستی راست 50 دستی چپ و چقدر شما گفتیم تو 80 سانتی متر میمونه در این حالت میبیند که کجا در پنهان کردگی باشد. یعنی ما با یافتیم بوی دیگر رو نیست پیدا کرد چیزی که شما پنهان کردید. حالا اون سگی که اینجا عملیات رو انجام داد چی نام داشت؟ این لقبش اینوکیا. ذات بلگی مالینوها میگن. یکی از بهترین سگ‌های دنیا است برای ریس کردن بود. اگر حاضر ما یگم که همه سگا بهترین است و همه چی وابسته است کینولوگ است اینم خطا نمیکنیم. همه چی از وابسته است کینولوگ است. این سگا وقتی که سنجش میگذارند یعنی قابلیت کاری فعال بسیار فعال است. تشکر زیاد. سلامت باشید. تشکر که در این برنامه ما رو همراهی کردید. واقعا خیلی جالب بود. من فکر میکنم که شما هم عاشق کار خود هستید. خیلی دوست می‌دارید کار خود رو و جالب است کار شما. وظیفه خدا که دوست نداشتیم و اینوای کار ما پیش نمیره. وظیفه رو دوست داشتن در کار و کار باید پیش میره. سلامت باشید. خوش آمدید. دوستان عزیز ما برنامه مذکور رو از مرکز کینولوژی آگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تهیه کردیم. واقعا خیلی برنامه جالب بود. مطمئنم که این برنامه برای شما نیز پسند اومد. تا روزگاری دیگر خیر.